بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس امروزه ما در مورد فعل امر هست. در درس گذشته ما فعل مضارع رو گذاشتیم و در درس پیش از آن فعل ماضی رو. اکنون در بخش فعل امر هستیم. چنانکه که شما الان میدانید فعل به 4 قسم تقسیم می شود و یکی از اقسام فعل های امر می باشد. مثلا فعل، یفعل، افعل. او کرده بود در زمانی گذشته. مضارع یفعل، او میکند در زمانه حاضره یا آینده. امر افعل، بکن. نهی لا تفعل، نکن. پس نظر میکنیم که فعل امر چی رو گفته می شود. نقطه اول همین است که فعل امر در زبان عربی فعل می باشد که برای افاده امر و دستور استفاده می شود. آن برای نشان دادن طلب یا سفارشی که باید اجرا شود استفاده می شود. فعل امر تنها در زمانی حال، زمانی حاضره استفاده می گردد. دوم نقطه، فعل امر از شکل فعل مضارع گرفته می شود، یعنی از شکل فعل مضارع ساخته می شود. نقطه بعدی، در فعل امر علامت های فعل مضارع مانندی نون، یا، تا. البته شما شاید بدانید که من در درس قبلی برای شما فهمانده بودم که 4 علامت های مضارع می باشد که جمعا در یک عباره، در یک کلمه آنها را اتینا گفته می شود. خواهد آنها را اتینا بگوید. همزه، تا یا الف، تا یا نون، اتینا. خوب، این 4 حرف ها رو علامت های مضارع گفته می شود. به هر حال علامت های فعل مضارع در آغاز فعل حذف کرده می شوند. من برای شما نشان می دهم که چطور از فعل مضارع ما فعل امر می سازیم. و نقطه آخران، به شخص دوم داخل دار هست. فعل امر تنها برای مراجعت به شخص دوم استفاده می شود. یعنی از جهتی اصلی فعل امری ما فقط به شخص دوم مراجعت کرده می توانیم. یعنی که وقتی که من فرض کنید وقتی که من به یک کسی امر کنم، یک فرمان بدهم، البته که وقتی که آن شخص در نزد من نباشد، من کو نمی توانم که مستقیما به همون شخص امر کنم. از این سبب هست که فعل امری اصلی فقط به شخصی حاضر یا مخاطب استفاده می شود. اما بله، جدول فعل امر همه 14 تا صیغه را دارد، اما فعل امری اصلی فقط به شخصی شنونده استفاده می شود. وقتی که همون شخص در نزدت باشد، فقط در آن وقت تو یک امری، یک فرمانی اصلی به آن شخص می دهی. اگر در نزدت نباشد، تو همچون یک خبر می گویی که او باید بکند، با او مستقیما امر نمی دهی. از این سبب هست که در اینجا من نوشتم که به شخص دوم، یعنی که به شخصی حاضر یا مخاطب که می گوییم دخل دارد. یعنی که شما چون که ابتدا کننده هستید 14 تا صیغه را از یاد نمی کنید، فقط 6 تا صیغه را از یاد می کنید. حالا در بخش فعل امر فقط جدولی، یعنی 6 گانه را، جدولی که 6 تا صیغه دارد، فقط آن را از یاد می کنید. چون که فقط 6 نمونه هست، 6 نمود هست، یا اینکه 6 صیغه هست در بخش حاضر. بعضی مثال ها رو نظر کنید. مثلا افعل، تو یک مرد انجام ده. افتح، تو یک مرد باز کن. انصر، تو یک مرد کمک کن. در اینجا شاید شما اهمیت بدهید که خیلی فعل های امری به هم دیگر مانند هستند. مثلا در اینجا میبینیم که البته در همهشون میبینیم که در اولی همین کلمه ها، همین صیغه ها الف هست. همزه وصلی، یعنی قطر بگویم همزه وصلی وجود دارد، الف به نظر می آید. اما در این دو تای اول میبینیم که و همشون چی دارند؟ در آخرشون سکون دارند، با سکون به انتها میرسند. و این چنین میبینیم که در این دو تای اول در همزه چیست؟ کسره هست. البته اینها باید نوشته نشوند، فقط باید گفته شوند، نطقاً باید گفته شوند، اما چون که ابتدا کننده هستید من باید اینها رو نویسم. و در اینجا میبینیم که ضمه هست. سبب این چی باشد؟ من برای شما این رو میفهمونم. البته اشاره کرده بودم اما میفهمونم. صحیفه بعدی رو نظر کنید. تصریف فعل امر با فعله. 6 صیغه هست در اینجا تمام. ببینید ما وقتی که از فعل مضارع، وقتی که بخشی حاضر رو میگیریم، بخشی مخاطب رو وقتی که میگیریم، تفعلوا، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلین، تفعلنا، اینها رو وقتی که ما تغییر میدهیم باید چی کنیم؟ اولا ما باید علامتی مضارعی که در آغاز همین صیغه ها هست، تا البته در همه اینها تا هست. خوب، اینها رو باید ما حذف کنیم و بعدا باید چی کنیم؟ باید این نون اعرابی رو، این رو نون اعرابی گفته میشود، این نونی که در آخر این فعل هم هست، اینها رو باید حذف کنیم. این دیگر قانون هست. خوب، یعنی که یک قانون دیگری ساختن فعل امر همین هست که ما باید نونی که در آخری تثنیه و جمع می باشد آنها رو باید حذف کنیم، بغیر از
جمع مؤنثی مخاطب و البته جمع مؤنثی غائب. البته غائب رو شما حالا نمیکنید، چون که من برای شما گفته ایستادم که این جدول فعل امری فقط 6 تا نمی باشد. البته همه 14 تا رو گفته می شود. لیفعل، لیفعل، لیفعلوا، لتفعل، لتفعل، لیفعلن، افعل، افعل، افعلوا، افعلی، افعل، افعلن، لافعل، لنفعل. این گونه هست. اما ما برای ابتدا کنندگان اولا فقط شخص مخاطب رو درس میدهیم، چون که شخص مخاطب و صیغه های مخاطب اینها رو ما فعل های امری اصلی میگوییم، چون که اصلا با کسی وقتی که امر کردن میخواهی این گونه امر میکنی، به خود همون شخص مستقیما امر میکنی، نه اینکه وقتی که اون شخص از پیش تو دور باشد غایب باشد. پس شما همین 6 صیغه ها رو برای حال از یاد کنید. خب البته کسانی که علم صیغه یا صرف رو قبلا کرده باشن و آنها از یاد کرده باشن تمام 14 صیغه رو با کنید، شما میتوانید که تمام 14 صیغه رو بسپارید. خب اما من وقتی که درس میدهم شما میدونید منهج من رو که من آهسته آهسته کم 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 به ابتدا کنندگان درس میدهم. خب پس چی کردیم؟ این علامت های مضارع رو از اول حذف کردیم. خب دقت کنید، من همه این تایی که در اول هست از اینجا گویا فرض کنیم که من حذف کردم و این نونی که در آخر اینها هست به غیر از مؤنث جمع حذف کردم. پس چی شد؟ یک مشکلات ما گرفتار شدیم. تا اینجا همین قدر باید کرده شود. اصلا همین قدر باید ما بکنیم تا اینکه از مضارع به صیغه امری تبدیل کنیم. اما ما دچار یک مشکلات میشویم و این مشکلات چیست؟ این صیغه ها و این کلمه ها با سکون آغاز میکنند، چون که ما تای اول رو حذف کردیم. همش رو نظر کنید که با فای ساکنه آغاز میکنند، سر میشوند. از این سبب مشکلات ما این است که ما تلفظ کرده نمیتوانیم این صیغه ها رو، این فعل ها رو. چی طور انسان بگوید که مثلا فعلوا، این گونه که تلفظ کردنش ناممکن هست. از این سبب هست که در مثلا قدم سوم باید این همزه وصلی را باید ما شامل کنیم، در اینجا نویسیم. و از این سبب چی می شود؟ در اولی همه این صیغه ها همزه وصلی بد می آید و هر صیغه که واحد باشد و با لام به انتها رسد ما باید همون لام رو سکون بدهیم. پس این کدام صیغه شد؟ همین صیغه یکم. البته اگر تمام جدول رو نظر کنیم، افعل و نفعل هم، لافعل لنفعل هم باید سکون بگیرند. خوب، اما من حالا فقط همین قدر رو برای شما پیش میکنم. پس در اینجا ما باید این ضمه رو باید با سکون عوض کنیم. در اول این تا رو باید با همزه وصلی عوض کنیم. خوب، وقتی که این گونه کردیم بعد چی میشود؟ همه این صیغه های مضارع به صیغه های امر تبدیل میشوند و این است نتیجه‌ای که ما به آن میرسیم. افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا. و معنایش چی است؟ تو بکن، شما 2 نفر بکنید، شمایان بکنید، تو یک زن بکن، شما دو زنها بکنید، شمایان یعنی شمایان جمع زنان بکنید. این شد فعل امر با صیغه های مخاطب. یک مثال دیگر رو نظر میکنیم با فعل سکته. این ادامه آن جدول نیست، این یک مثال دیگر هست. مثلا فعل سکته یسکتو بر وزن فعل یفعلو، بخشش بر وزن نصر ینصرو. در اینجا ما میبینیم که ما چی کردیم؟ همون قسمتی مخاطب رو گرفتیم، تسکتو تسکتانی. قسمتی مخاطب رو شما الکی میدونید که ما اگر از یسکتو سر کنیم، یسکتو یسکتانی یسکتونه، تسکتو تسکتانی یسکتنه، تسکتو تسکتانی. در اینجا چی شد؟ قسمتی همون نوعی حاضر یا مخاطب آغاز شد. از اینجا این 6 تا چی هست؟ برای مخاطب هست. خب تسکتو تسکتانی، تسکتونه، تسکتینه، تسکتانی، تسکتنه. پس عین چیزی که من برای شما در صحیفه قبلی فهمونده بودم، ما همون قدم ها رو میگذاریم تا اینکه فعل رو از مضارع به امر تبدیل کنیم. چی میکنیم؟ مثلا علامت های مضارع رو حذف میکنیم، این تا رو از اول حذف میکنیم و با همزه وصلی عوض میکنیم برای همه این فعل ها. و در فعل اول باید به جای ضمه باید سکون بگذاریم. باید این نون ها رو، نون هایی که در آخری تثنیه می باشد، اینها رو باید حذف کنیم و جمع باید حذف کنیم، به غیر از نونی که در صیغه جمع مؤنث حاضر می باشد. این رو ما همین خیلی باقی می گذاریم. پس چی می شود؟ ما به این نتیجه می رسیم. اسکت، اسکتا، اسکتو، اسکتی، اسکتا، اسکتنا. پس شاید شما سوال خلق شود با شما که برای چی در این فعل ما بله در اینجا همزه وصلی گذاشتیم، اما ما چی طور قید کردیم که در اینجا باید کسره بگیرد؟ برای چی ما نگفتیم افعل یا افعل؟
برای چی کسره گذاشتیم و در اینجا برای چی شما ضمه میگذارید؟ این سوالی خوب هست و انشالله من این سوال رو در این صحیفه بعدی میفهمونم. همزه وصلی فعل امر. من برای شما گفتم که ما در اولی همین فعل ها به جای علامت مضارع تا ما همزه وصلی میگذاریم. اکنون ما چی طور قید کنیم، چی طور بفهمیم که بالای یا زیر این همزه ما کدام حرکت رو باید گذاریم؟ پس این قاعده رو شما باید تطبیق کنید، رعایت کنید. در فعل امر اگر حرف سوم فعل فتحه یا کسره داشته باشد، الف اول با کسره خوانده می شود. اگر حرف سوم ضمه داشته باشد، الف اول یعنی همزه وصلی، من الف میگویم برای آن که بعضی وقت این گونه اصطلاحی کلام رو وقتی که استفاده میبرم اهمیت میدهم که ابتدا کننده میگوید که همزه وصلیش چیست، برای همین من الف میگویم. البته نام درستش همزه وصلی هست، اما همین خطی که در اول هست همین رو ما به نظر داریم. در نظر داریم الف اول هم با ضمه خوانده می شود. یعنی که من چی گفتم؟ که ما باید حرف سوم رو نظر کنیم. اگر از همین همزه وصلی حساب کنید 1 2 3، در اینجا میبینیم که حرف سوم حتی اگر از علامت مضارع هم حساب کنید چی می شود؟ علامت مضارع 1 2 3 این گونه می شود. البته من چی رو در نظر دارم؟ اگر شما باید داشته باشید، من عین کلمه رو به نظر دارم. عین کلمه رو در نظر دارم. وابسته به حرکت عین کلمه ما به همزه وصلی خود حرکت می دهیم. پس در اینجا به هر حال برای که آسان شود من میگویم سوم حرف رو نظر میکنیم. میبینیم که 1 2 3 سوم حرف در این کلمه اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لكم وجه ابیکم. سوره یوسف یکی از بهترین و پسندترین سوره های قرآن، یعنی از جهت قصه احسن القصصی. برادران یوسف چی میگویند؟ بکشید یوسف را یا اینکه ادامه دارد. در اینجا نظر کنید برای چی من در اینجا میگویم اقتلوا. البته این بالای این که میبینید، بالای همزه وصلی این علامت رو که میبینید، این علامت ضمه نیست. اگر باید داشته باشید این صاد هست که به ما اشاره میکند که این همزه وصلی هست از مصحف مدنی. این صاد هست. خب صاد بالای صاد میباشد که به ما اشاره میکند که این همزه وصلی هست، این ضمه نیست. پس ما چگونه بفهمیم که در اینجا باید اقتلوا گفته شود یا اقتلوا یا اقتلوا؟ حرف سوم رو نظر میکنیم. در اینجا تا حرف سوم هست و میبینیم که بالای تا ضمه هست، پس برای همزه وصلی خود هم باید ضمه بدیم. فهمیدید؟ پس باید بگوییم اقتلوا یوسف، چون که این در اول آیت هست. خب در اینجا آخری آیت قبلی هست و این اول آیت هست. البته اگر کسی خواهد که با آیت قبلی چی کند پیوسته خواند، این باقی ندارد، اما البته وقتی که از همین آیت سر میکنید باید اقتلوا گفته شود. این مثال هست برای وقتی که همزه وصلی باید ضمه قطعی خوانده شود. اکنون نظر کنید به مثال دوم. در اینجا ما داریم رجعی. خب چی تا من بفهمم که ارجعی میگویم، ارجعی میگویم یا ارجعی؟ حرف سوم رو نظر میکنم که در اینجا حرف سوم جیم هست و جیم کسره دارد و قاعده چیست؟ اگر حرف سوم فتحه یا کسره داشته باشد، الف اول با کسره خوانده می شود. پس در اینجا من باید بگویم ارجعی، ارجعی الی ربکی. فهمو؟ پس همین قاعده رو هم شما می توانید در وقتی قرائت کردن قرآن تطبیق کنید و این چنین بر فعل های امری. و این مشکلات فقط بر فعل های امری حاضر یا مخاطب پیش می آید، چون که دیگر صیغه هاش با لام امر آغاز می شوند. پس در اینجا نظر می کنیم که حرف سوم چون که فتحه دارد همزه وصلی رو باید کسره بدیم و در اینجا نظر می کنیم حرف سوم چون که ضمه دارد همزه وصلی رو باید ضمه بدیم. یکم قاعده نیست که نتیجهش فتحه همزه وصل باشد. هیچ وقت ما به همزه وصلی خود فتحه نمیدیم، فقط در یک وقت فتحه میگیرد و این به ثلاثی مجرد نیست، به ثلاثی مزید فی هست از باب افعال. باب افعال به دیگر هست، اما شما حالا فقط ثلاثی مجرد و فعل های صحیحه رو یاد میگیرید. خب پس ادامه میدیم به یک قانون دیگر و این هست التقاء الساکنین یا اجتماع الساکنین. به این هم من اشاره کرده بودم. اجتماع ساکنین معنای جمع آمدن دو حرف ساکن در یک کلمه یا بین دو کلمه می باشد. در نحو دو حرف ساکن را خواندن دشوار می باشد، بنابراین قاعده های مخصوص برای حل این مسئله وجود دارند. یکم قاعده از همه مهم و مشهور هست و من فقط همین قاعده رو برای شما پیش میکنم. قاعده الساکن اذا حرک بالکسر. این قاعده نحوی هست
که چی معنا دارد؟ معناش رو ننوشتم که ساکن وقتی که حرکت داده می شود با کسره. یعنی که چی؟ اگر مثلا در اینجا نظر کنین، خب در اینجا نه اما مثلا در اینجا نظر کنین، این مثال اول، در اینجا میبینیم که در اینجا ساکن هست و در اینجا هم ساکن هست. البته در اینجا شده هست که شده برای ما چی اشاره میکند که حرف یکم در اینجا ساکن هست و حرف دوم متحرک. پس در اینجا دو تا سکون جمع شده هستند. برای همین ما این قاعده رو یا این قانون رو میگوییم اجتماع دو سکون، دو ساکن. پس وقتی که ساکن را ما حرکت میدیم اکثری وقت ما با کسره حرکت میدیم. یعنی که قاعده اساسی و عمومی همین هست. در نحو عربی معنای آن را دارد که وقتی که یک حرف ساکن در وضعیت اجتماع ساکنین حرکت داده می شود، آن عادتاً به کسره حرکت داده می شود. اما برای این قاعده بعضی حالتهای استثنایی وجود دارد. پس این مثالی اول را نظر کنید. قل الله. وقتی که لفظ الجلاله یا هر کلمه معرفه‌ای که در مابین جمله بیاید الف لام داشته باشد، لام تعریف داشته باشد، ما اجازت نداریم که حرکتی همزه وصلی آن را بخوانیم. یعنی این گونه گفتن یا این گونه تلفظ کردن نادرست است که قل الله. باید این حرکتی که بالای همزه وصلی این کلمه ما میگذاریم باید آن را قرائت نکنیم، چون که این در مابین هست، باید با حرف قبل از آن بچسبد، پیوست شود. اما ما میبینیم که در اینجا هم لام ساکن دارد و هم لام یکم لفظ جلاله هم ساکن دارد، سکون دارد، ساکنه هست. پس این را گفته می شود اجتماعی ساکنین. و در این گونه زیادی کلمه ها و در زیادی حالت ها همین قاعده که در اینجا من اشاره کردم، همین قاعده تطبیق می شود که وقتی که ما یکم ساکن را حرکت می دهیم عموما با کسره حرکت می دهیم و این را ما در اینجا کسره می گذاریم. پس به جای که قل الله یا قل الله من میگویم قول الله، قول الله. البته حتی این اگر نوشته هم نباشد، از جهت نطق، از جهت تلفظ باید ما با کسره بخوانیم. قل الله یا اینکه قل اللهم. این بعضی مثال های هست. اما برای حالت های استثنایی من برای شما دو مثال دیگر پیش کردم. مثلا وقتی که ما میگوییم و علیکم سلام یا السلام، این اصلا چیست؟ السلام هست. اما ما اجازت نداریم که در اینجا فتحی که می باشد بر همزه وصلی این رو ما بخوانیم، چون که این کلمه در مابین جمله هست. در اول جمله اگر بیاید ما می توانیم بگوییم که السلام علیکم یا باید بگوییم السلام علیکم. خب یعنی السلام علیکم این نادرست هست. وقتی که ما سلام میگوییم باید السلام علیکم گفته شود، چون که این کلمه معرفه هست، باید به همین حالت گفته شود. سلام علیکم بعد معنایش رو کمک دیگر میکند. به هر حال وقتی که در مابین جمله می آید ما نمیتوانیم که این ا را با فتح تلفظ کنیم. پس چی شد؟ در اینجا برای ما یک مشکلات شد. در اینجا دو تا سین هست، چنانه که این شده اشاره میکند. سین اولش ساکن هست و سین دوم متحرک هست. پس در اینجا هم لام یعنی ساکنه هست، اما لام رو باید تلفظ کرده نشود، چون که بعد از لام تعریف حرفی شمسی هست. پس ما باید همین حرف شمسی رو نظر کرده فیصله کنیم. پس حرف شمسی ما سین هم ساکن هست. پس در اینجا چی شد؟ اجتماعی ساکنین. و علیکم سلام چطور یعنی ما دوام بدیم، ادامه بدیم. پس در اینجا قاعده چیست؟ ما باید این میم رو پیش بدیم، ضمه بدیم. خب این بود حالتی دوم. در اینجا باید ما و علیکم السلام بگوییم، و علیکم السلام و رحمت الله. خب در اینجا ما نمیتوانیم که و علیکم السلام بگوییم یا و علیکم السلام. در اینجا باید و علیکم السلام بدیم. برای که همین قاعده هست برای ضمائر. برای ضمائر هم کم، وقتی که ما حرکت آخری آنها را، ساکنی آخری آنها را به حرکت تبدیل میکنیم، در اکثریت وقت باید به ضمه تبدیل کرده شود. و این مثال آخر را نظر کنید. مثال سوم من بعد هست البیتی. در اینجا کمک روشن‌تر هست، چون که میبینید در اینجا ساکن هست، در اینجا هم ساکن هست، هر دوی حرفا ساکن هستند. پس در اینجا هم اجتماعی ساکنه این شد. پس چطور این رو باید حل کنیم؟ در اینجا قاعده من جدا هست، استثنایی هست. باید من رو با فتحه یعنی سکونی نون رو با فتحه باید عوض کنیم. پس این من البیتی نمی شود، من البیتی می شود. شاید به شما سوال خلق شود که برای چی
ما بعضی وقت یعنی این قاعده های استثنایی هست. برای این قاعده های استثنایی بعضی سبب ها رو علمای نحوی ذکر کردن، اما با آنها رفتن اونقدر به ما فایده نداره، چون که قاعده همون خیلی می ایستد. مثلا برای مین میگویند که در اینجا الکی یک تا کسره هست و این کلمه هست که دو تا حرف دارد. وقتی که دو تا کسره جمع می شود در یک کلمه خرد این دشواری رو ایجاد می کند و غیره و غیره. این یعنی این چراهش یا اینکه سبب هایش مهم نیست، قاعده مهم هست. خب ادامه می دهیم اکنون به مشق ها. در اینجا 15 تا مشق هست. کسی که می خواهد مشق ها رو بکند نام های خود رو روان کنید. بله بهترین جمع مذکر و البته همه اینها حاضر می باشند یا مخاطب. آب رو بنوشید و صیغه این جمع مذکر حاضر هست، یعنی که این شخص با یعنی مردها به مردها فرمان می دهد. ادامه می دهیم. افتحنا النافذة. كيك شوية تيري دهو. در اینجا افتحنا جمع المؤنث جمع مؤنث میشود، یعنی که جمع المؤنث الامر، یعنی که جمع مؤنث را امر میکند. بله بهترین جمع مؤنث حاضر. هر بار من حاضر نمی نویسم، البته شما بفهمید که همش برای حاضر هست. جمع مؤنث بهترین. کوشای تریزه رو دیگر کیست؟ استمع الى المعلمة. استمعی. استمعي الى المعلمة. بله راستی که ترجمه شوی نکردم، یعنی گوش کردن، اما شما این رو همچون امر ترجمه کنید. گوش کنید به سوی معلم. کنید یا کن، یک کس هست یا چند تا؟ نه گوش کن. بله یک کس هست. خب اکنون بگوید کدامش فعل امر هست؟ بله این فعل امر مؤنث صیغه. کدامش این کلمه ها؟ یعنی که بله از جهت صیغهش بگوید کدام صیغه است؟ واحد مؤنث. بله استمعی الى المعلمة. تو یک زن یعنی تو دختر گوش کن به معلمه. اینش رو مشق 4 رو کنید. اسکتو فی المسجدی. بله اسکتو. من الکی فهموندم که اسکتو خاموش. بله از سکته خارج می شود. معنایش چیست؟ خاموش باشد. ادامه بدهید. خاموش شدن. اینش چی معنا دارد؟ فی چی معنا دارد؟ خاموش باشد در مسجد. بله بهترین. خوب اکنون کدامش فعل امر هست؟ صیغه‌اش رو بگوید. اسکتو فعل امر است استاد جان. صیغه‌اش کدامش است؟ جمع مذکر. شما مردان خاموش باشید در مسجد. خوب ادامه میدیم. دیگر برمیگردیم به اذهبی الى السوق. رو به سوی بازار. بله خوب کدامش هست فعل امر؟ اذهبی فعل امر صیغه واحدی مخاطب برای زن یا مرد؟ مذکر. اذهبی نه این برای یک زن هست. خوب اذهبی برای یک تا مؤنث هست. خوب بله. ایله رو میدونید که چگونه حرف هست؟ ایله حرف جر. بهترین. پس سوق مجرور. بهترین حرف الجر و اینش مجرور. ادامه میدیم. افعل واجبه یعنی واجبات رو بکنید برای بله وظیفه رو یا اینکه واجبات رو خیلی می نویسم. وظیفه رو مثلا وظیفه رو یعنی وظیفه خانگی رو کی کند؟ یعنی کنید یا کن کی هست؟ 2 نفر بفکرم استاد جانه. افعل بله رو اجرا کنید 2 نفر. خب اکنون حالا صیغه رو اشاره میکنید انشاءالله. کدامش؟ اینش صیغهش چیست؟ افعل یعنی صیغه 2 نفره برای هم مخاطب و هم مؤنث و هم مذکر اگر اختیار کنم استاد جان. تثنیه. بله تثنیه یعنی که هم 2 مرد باشد همین رو استفاده میکنیم، هم 2 زن باشد یا اینکه 1 تا زن و 1 تا مرد باشد هر دویشون. وظیفه رو اجرا کنید یا اینکه واجبات رو اجرا کنید انجام بدهید. بهترین. ادامه میدیم.
اجلسنا على الكرسيات. در اینجا اجلسنا فعل امر است. بنشینید بر میزها. بنشینید بر میزها گفتید یا کرسی ها؟ کرسی ها. اگر یکم کسی دیگر میخواد با تکرار کند با نام های خود را گذارید انشاءالله. خب شما بگوید اکنون از جهتی ترکیب چند قایکی میدانید بگوید انشاءالله. در اینجا اجلسنا فعل امر است برای جمعی مخاطب زنها. بهترین. یعنی شما، یعنی بنشینید بر شما زنها بر کرسی ها. بله. اکنون علا چیست؟ علا حرف جر. بهترین. و بعد از حرف جر از همین جهت کرسیات را کسرت اسم مجرور. بله. کرسیاتی عمل میکند. بله. اجلسنا علی الکرسیات، بنشینید بر کرسی ها. بهترین. ادامه میدیم. ادخل المطعم. خب بعد از شما دیگر کیست؟ داخل شود به آشخانه، وارد شود به آشخانه می شود. این گونه جواب داده شاگرد. و بعدن این رو چی گفتید؟ بله. جواب دادن که مثنی هستن. مثنی این گونه مثنی یا تثنیه، هم مذکر و هم مؤنث. مذکر و مؤنث هر دویش می شود. بهترین. ادامه میدیم. بخوان جزئی دویمین را یکی. بله. بهترین. یک لحظه. این رو چگونه شما خوندید؟ اقرا الجزء چگونه خوندید این رو؟ اقرا این شده نفتر کده که اقرا. بهترین. اقرایی. خب در اینجا ما همون قاعده اذا حرک بالکسر رو تطبیق میکنیم. التقای ساکنین شده. بله. بهترین. خب واحد مذکر. ادامه میدیم. افتح باب البيت. خوب. افتح باب البيت. در خونه رو بشو. بهترین. واحد مذکر مخاطب. بله. و در اینجا یکان مرکب رو میبینید؟ باب البيت. بله بله. کدامش هست؟ چگونه یک مرکب هست؟ دری خانه. مضاف. بله درست. جان. بله. مضاف و مضاف الیه. خب چون که در به خانه اضافه داده می شود. خب ادامه میدیم. اغسلوا ایدیکم. بگوید. اغسلوا ایدیکم. بشویید دستایتان را یا که دستانتان را بشویید. بله. السلام علیکم و رحمت الله. آواز من هست؟ دستهایتان را بشویید. صیغه مذکر جمع. بله بله. بهترین. اغسلو یعنی که اگر از بالا سر کنیم اغسل، اغسلا، اغسلو می شود. خب دستهایتان رو بشویید یعنی که ایدیکم. بله. ایدیکم میدانید که ایدیکم جمعی کدام کلمه هست؟ این اگر دست ها باشد یک تا دست رو چی میگویند؟ یدون دست. ایدیکم دست ها. یک دست. بله درست گفتید. هم باشد ضمیر متصل. بهترین. هم ضمیر هست. بله بله. هم باشد ضمیر متصل یعنی ضمیر پیوست شده. بله بله. شنیدم. بهترین. ادامه میدیم. کسی که میخواهد شنیدم ماشاءالله. ایدیکم باز چی میشود؟ خب ایدیکم باز مضاف الیه. ها نمیمونی پیش رویم. مضاف الیه. ایدیا چون که دست های شما. برای همین درست گفتید. مضاف و مضاف الیه می شود. مرکبی اضافی می شود. جای نبود نه این گونه نوشتم. پیش میریم اکنون. فاصبر صبرا جمیلا. صبر کن صبری زیبا. بله. در اینجا فا که می آید میتونیم که این رو پس ترجمه کنیم. پس صبر کن. یا اینکه ترجمه هم نکنید بکنید. پس صبری چی گفتید؟ صبری زیبا.
صبری زیبا. یا صبری جمیل. نیکو می شود. مثلا این هم می شود صبری نیکو پیشه کن. خب در اینجا بگوی کدامش فعل امر هست؟ در اینجا فصبر این صیغه یکمی مخاطبی واحد مخاطب مذکر. بله واحد مذکر هست. همه این مثال ها در من مخاطب آوردم. و صبرا جمیلا چگونه یک مرکب هست؟ صبرا جمیلا وای نعت منعوت است. بهترین مرکبی توصیفی هست. خب یا نعت منعوت، اینش موصوف هست، چیزی که صفتش بیان کرده میشد و اینش صفت. خوب انشاءالله در همینجا درس به پایان میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.